السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، خداوند نگهبان هر یک کدام شما باشه. پروردگار خرج و قوت آموزه که رمضان با پرگی از خود کنه، یعنی پولنی با یک دل پر و مو قوتی چی میگن تام به آخر برسونه. دوستان عزیز، الحمدلله مثل همیشه در باری برادرم یک برادر محتاجی که است به ما مراجعت کرد. دوستان عزیز، چی بگم، رمضان است، میفهمم مشکل از بعضی کار دوره نداره، اینه که منم وقتی که میبیان مجبور میشم، منم یک خاص به خاطر الله میگیرم در این همون ویدیو میپرتم. 1 روبل 10 روبل کسش دعاش میته، خیلی چی میگن، این از مسلمانی و تاجیک بدن خلونکی کمک میکنه یک محتاج دیگر. برادر چی نام داشتی؟ طاهر نام. یکم طاهر نام داره، از شهر حصار، صاحب 4 فرزنده. 2011 یعنی که برادر کلاپاناش پلاسماس موندگیان. من اکبام چی میگن، اون کلاپانو دید میشن او پلاسماس اکبام توجیکی من بگم پلاسماس موندگیان و واسطه همه صنعی موندگیان. 2001 بعد 2008 کمی خیلی با علش میکن سراکی برادر گذشته از حساب نبودن روزگار زندگی. مقصد دستای همین برادر بینه. دوستان عزیز، به همه محتاجی، به همه درمندش و بعضی عمیقای دم کردگی یکو زورتون میبیا کار کنی. به همین حال برادر اومده در یک برادر که همین جای ماشین ساز کنی، همون موتور و پتور هم خیلی میشود تازه کریسه کی تا خطیب به همون 4 فرزند در لقمنام بره. از هر یک کدوم شما خواهش میکنم همین ویدیو را نگذرانده خطیب یک لایک، کامنتر یا کمی میگیری بعد یگون کس پدیلیت زمینه. مقصد لایک پدیلیت که معنی بعضی برادرای خیرخواه یا که برادرای سخاوتمندی بسیار داریم که تجارتکار دوران شرایطی خوب، الحمدلله سومی بسیار میپرتن یا زنگ میزنه میگه که فلان جا بیا توبت را من میتیم خدا شفا بده. مقصد دستگیری میکنن. در همین برادر $15,000 در کار. دوستان عزیز، $15,000 از هر یک کدومت خواهش میکنم دستگیری کنید. سخن اکرم میتیم ان شاء الله با بعدی وقت صحبت بکنیم. خدا نگهدار کردن. سلام علیکم. سلام علیکم. همین برادر مردم ما تماشای میتوجه گپ زنید. بچه‌ها من آدمی میسوگم اصلی من در ویدیو خوش رو گوزن نمیتونم اکا جان باور کنید نمیک روی کسلی دل تو خود رام میسوگم روز بروز من اپرس کارگیم 2000 سال پراتزوی دل علیش کارگیم دل پلاسماس موندگیم. من پراتز باید گشته گیرم، پراتز نو مونم. من صاحب 4 فرزند میخوام میسو در بروی سر کودکان زنده باشم، سو وای باشم. من شما خواهش میکنم سو ساعت ما 50 روبل می دستگیری کنه که اپرس هم گذارم. مسکو دم وای کردم اپرس گفتم $15,000 میگم و توجیکستانی خودمون دا میادگره دولت مثلا همین نرخ از خود مثلا کلام میگفتن وای سو دکتر میره گفتاد وای اگر وای باشه اکجونو یا خدمت کنه خدمت شما دم نرسه ان شاء الله با یک کمبغل دیگه دستگیری میکنه. یک کمبغل دیگه دستگیری شما هم که خدمت ممکنه نرسه یک کمبغل دیگه دستگیری میکنه. شما خواهش میکنم صاحب 4 فرزند میخوام که مستقیم بالای سر کودکان زنده وای باشم. کودکای خود من میگم وای کنم صغیره نکنم اداره کنم. شما هم خواهش دارم اکا جان مهاجران عزیز 1 روبل 10 روبل کدومی که وای دارین در همین ماه شریف رمضان شما خواهش میکنم یا مثلا یاردم کنه. خدا نگهبان تو باشه. دوستان عزیز، پدر راستش در یکم برای آدم چقدر زور میبیا که میاد در روی اکران گاو میزنه، در ویدیو گاو میزنه. این شوخی نیست. الله شاهده که کدومی که به همین حال گرفته خدا اهنش گرفتار شدگی یختون درک میکنه. من چی گفتم آدم چی قدر زور میبره که میاد مادرش و عائله‌اش فرزندش خود نشون میده که من محتاجم. این برادر در حقیقت نیاز داره. الله شاهده که اگر که من داشته باشم همین مردمی که نیازمندن محتاجن من در اکران نشونش میدیم. از کیسه که میبرارم میتیم میگم خطا نشون نتی، اما نیست، شرایط نیست. منم یک برادری کارگر، یک محتاجم، منم یک چی میگن مهاجرم. و هم خاطر خواهش میکنم از هر یک کدومشون به خاطر الله، به خاطر روز قیامت، به خاطر ماه شریف رمضان همین برادر التماس دستگیری کنین که این برادر الله شاهده خیلی خرابه. بچه‌ها گام میزنن آوازی میدرویا ایوس میبره پونی چی میگن رو همش کبود میشود. چند بار نه بابا جان پیش گفتم من دستم نگر باید باشه من دستم ببینید چی کنم کبوتای چی کو. مقصد به همین حال برادر کار کرده. ایستم دل من لوام کبوتای میشه همه جا ایستم دل. خوب دوستان عزیز، خواهش میکنم از هر یک کدوم شما میدونم که مجبور میشه بعضی هر روزه ویدیو نه که شما بدونه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در همین ماه شریف رمضان
برای خیر میگن مثل شمال میدوید خیر میکرد. من نمیگم شما همه داراییتون پرتوی با قدر امکان 200,001 روبل چی قدری که داری خواهش میکنم از هر یک کدوم ما مجبور میشیم ان شاء الله. کجا من باوری دارم که مردم کمک میکنن ان شاء الله با قدر امکان به حرکت میکنیم. رقم یکم خدش کارتای خدش من با خدا قسم اومدم در کلبه جایی که ریمون میکنن در اونجا برادر در مهاجرت ای در همونجا اومدم مقصد سیامکش کار است نمیدونم سیامکش ما چقدر میاد با خاطر الله باز خواهش میکنم که کمک کنی برادر که این برادر خیلی محتاجه. متاسفانه که به عزت نفس نرسه بعض ویدیوهایی هسته که بلاگرها را من این شهر بگم همه دژ کیروی موندن دستورس نداره. متاسفانه همه میگیرن میمونن در حقیقتا مثل برادرایی که مثلا تاج مسلم یا که خودمون میمونیم در حقیقتا نیازمونه همه دستورساتون. ای بلاگرای محترم ای برادرای عزیز الله شاید 100 300 هزار پادپیس داری همه بعد قیامت نمیبری با یه استوریس کو یگان جای کم نمیشوه هم قدر با خیر برکت از زیاد میشوه. التماس همه استوریس کنید تو این برادر دستگیری کنیم $15,000 که نمیدونم تا 900,000 1 میلیون چند خم میشوه با تو که همین برادر دستگیری کنیم. خدا نگهدار تو باوری دارم که مثل همیشه سخنی من در زمین نمینه به خاطر خدا به خاطر این فرزندای این برادر. سلام علیکم و رحمت الله.